اقلا یک بار تلفنم رو میبرداشتی. دیدیم آدم را جمع کنیم برداریمش. ای خاله کوری نمیبینی زدی آخی همه را جزی کردی. بخشش بجا جان. کلود فیلم تقدیم میکند. ای بچه جونی من آمدی صبح سلامت آمدی خوش آمدی صبح سلامت هستی شکر صبح سلامت آمدی خدا با شکر بیدو شد ردی معلش دیگر هیچ چیز نخریدم این لازم بچه جان خوش آمدی خیلی اقلا آگاه میکدی یکون چیزی که با مزه میپختم بچه جان وقتی که من با شمایم از این دیده چیزی بلازتر می شود رحمت بچم انا همین نانی قاق انا همین نانی بلازتی وطن انا همین هر چی که در دسترخوان است از همه چیزی دنیا بلازتر است چون که انا همین لقمه حلال پاک رو وقتی که با مادر میخوری این از همه چیزی بلازتر بامزه‌تر در جهان میسته هزار با شکر بچه جان رحمت بچم و اویلت درک دارد که آمدی بچه جان من به هیچ کس نگفتم ای؟ من سورپریز کرده خواستم که راست به پیش مادر جان بیایم میدونید همه چیز در زندگی میشود اویلم هم میبینم همش هم میبینم لیکن از همه بالاتر کی است؟ مادر جان اوچه جان خدا خواهد اویلم رو میبینم همش میشود لیکن از همه بالاتر کی؟ مادر جانی من جانی چه؟ شدی چی خیلی؟ در کجا از چی کار میکنه؟ خیلی باز تلفن کردم خبرش نشنیدم و شدی بعد از اون که از اویلش جدا شد بیدرک شد از اویلش جدا شد؟ بعدی چند وقت رفیقاش خبر دادن که به روسیه رفته باشد گویا به روسیه رفته باشد میدونستم که یک روز این شدی با این جنجال های بی‌معنی با این جنگ های بی‌معنی که همراه همسرش میکند عاقبت جدا میشود یک نمره تلفن هم دادم چند بار زنگ زدم لیکن نبرداشت اکنون چیکار میکنی؟ خیر بچه جان کی ببینیم تا فردا السلام علیکم برادر و علیکم السلام رئیس همینجان رئیس کلان ولی رئیس همون طرف رفتن بله تشکر خوش آمدید مشتری قطعی معامله خوب کنید کوشش میکنیم که هم خیلی شما السلام علیکم از بایده خیر صحت سلامتی نیست فرزنده خوب پدر و مادر اهل بیت هم اساس شمالا جا پرون من نزدیکی از مهاجرت آمدیم درک دارم یک کمی مشکلی پیش اومد گفتم از نزدیک بینم شما یک صحبتی علاهیده کنیم بمالو مرحمت بهتای کوشش
جانیوچه اخلا یک بار تلفنم را میبرداشتی. من میدونستم که تو در غریبی سری گشنه‌ای، جای خوابت گرمه، برای من کفایه بود. اقلا یک بار تلفنم را میبرداشتی. در کجای باشی نباشی خدا نگهبانت باشه. خوش اومدید علی جان، خوش اومدید. تشکر. ای برادر عزیز، خوش دلی جان، بخیر باشه. زبیدالله جان برادر عزیز، ما که سالیانی دراز برادریم، دوستیم. بله بله. یک مشکلات خیلی جدی دارم. از روزی که از روسیه آمدن مادر رو در یک حالت خیلی بگیم که ناخوب دریافتم. سبب این همون برادر شادیمون است. خودت که بسیار تجارت کلان داری، با تاجران روس رفت آمد داری، قریب که من گمان میکنم که هر ماه رفته میایی. او اکرم فیرمون قد داده گرفت. بعد همون بچه های کلان روس خطی تجارت که داری از همون خاطر نمیدونیم که شادی در کدام طرفی میگیم که روسیه است. همین میدونیم که به روسیه سفر کرده است. همین رسم شهاز در تلفن شما میپرتم. یک بار بینید من واتساپ شما میپرتم. همین التماس به یگان مقامات روس به یگان وای مراجعت کنید. اگر همین ما کوفته یابیم بسیار کار خیر میشه، برای که ممکن است مادر از دست دهیم. او شدی این همه خبر خواهش از شما. نه که هم شدی مادر به نهایت عذاب بود. های بچه یوش مایل دلی جان، این همه خواهش. در کدام شهری دستی میدونی؟ راستی گپ یگان خط و خبر نیست. شما پشت بیزنس هاشون فهمیدین؟ یا هم کسرمون چی نکنه؟ چیزی شد نشد؟ پشت بیزنس هاشون یگون کسا چی نکنه؟ الو سلام علیکم. خوبی دادر جان؟ یوسف جان، هم خواهش هم التماس هم سپارش دادرای. زنک؟ زنک؟ ها زنک ها خیلی بای مانا نگاه کن. خیر با چی بلا زده این تا قاش قواق و ویزان اینجا است؟ نه اینجا نیست. چی گفت؟ این روز چی روز است؟ من اگه نمیدونم چی روزه. روز خدا؟ نمیدونم. فهمیدم. این روز
زود روز داری؟ فهمیدم. خیلی مبارک شوه. فقط مبارک شوه؟ خیلی زود روز داری مبارک شوه میگن. و چی میگن؟ اینقدر سال زندگی کرده فقط مبارک شوه. نخو یک گلش اومده خریدن نتونم. یک گل نه 1000 گلت میخرم. نه در این همی خونه را برای تو گلکاری نه میکنی. در کار چه فهمیدی؟ نه لازم نیست. گوش که مرد گپی بسیار نزن. گپ کم که به چه صورت جمع که رفتیم. کجا؟ خب گل خری گل انتخاب کنی. نه گل انتخاب کنی نمیره. نه ختم برین یک تا بیارین بس. اون گل تو انتخاب میکنی بچه نیدره. رفتیم. ای گوش که نه، این نمیرم. سبی یاد ته خب انا رسیدیم. باز چی قاشو قواق انداختی؟ گل گفتیم من گل انتخاب کن. او من گفتم که تمامی خانه را گل کاری میکنم گلزار میکنم. انا انتخاب کن. دوستان عزیز، زردیوارهای رنگین و زیبا برای خاندان شما از روسیه، ایتالیا، بلژیم، اوکراین و بلاروسیه از مغازه میر ابای. سراغ ما روپروی تکستیل و چایخانه راحت. از همه مهم برده رساندن رایگان. ها فراموش نکنید بر رقم‌های زیر نماد بوده حتما زنگ زنید و دلخواه زردیوارهای خود را آماده انتخاب کنید. فرزندی پدره مقصد بچه و چه همورا همه کارت یک طرف مونده در جون. اگر امکانیت باشه هر چیز زودتر پیداش کنین به وطن روان کنین با خوب میشه. تمام آقا تمام. سلامت باشید. تشکر. میندار برای احترام برای دستگیری. خب در پشتی همین تمام شد. تمام آقا. خوب نداره جون؟ با چی خدمت؟ هزار رحمت. سلامت باشید. چیگه پاید تنجیه شیف؟ تنجیه یک صورت همه فرستمتون هرپشته هم شدن در پره. خوب شده شیف. السلام علیکم. السلام علیکم. رئیس جان خوبه نازه همت اینجا. چطور داری خاله؟ خوبم. نه خوب نیستیم خاله جان. من شما را چند بار گفتم که کدام وقتی که وضع سلامتیتون بد میشوه، تبتون خیره میشوه، فشارتون پست بلند میشوه، یگان جا رفته استراحت کنید، دم بگیرین کار میشوه همش. نه رئیس جان خوبم. کمتر سرم چرخ زد.
خاله جان من خوب آینده فرق میکنم. من میدونم که وضع سلامتیتون خوب نیست. دندونتون جون حبوباتتون رو گرفتین اخی؟ ها همش گرفتم. سری وقت گرفتم. کم کم زیق میشوم. گوش کنید خاله جان من. همینجا یک نفر دیگه هم هست امسال همراه شما فراش. همین کار شما را وظیفه شما را اجرا کردن میگیره دندونتون سرقه یگان کس ما شما را خط نمیزنه. شما برین حبوبات جدی تمام کنین بعد به این کارتون ادامه کنین. چی گفتین؟ برای ما سلامتی شما مهمه. رحمت رئیس جان. نه الو اوه شما کارو را دیدم بگیرین فهمیدین؟ جابه شوکاچه دیدین؟ او دیدیم آدم ها را جمع کنیم برداریمش. ای خاله کوری نمیبینی زدی آخی همه جزی کردی. بخشیش بجا جان. جانم شبی ناخوش شد. خیلی بخشیش با بخشیش تو پاپچی ما تازه میشه با بخشیش ناخوش شد نفهمیدم. برادر جان بخشیش اینجا خیلی بخیره آخی زد همه را جزی کرد. رئیس جان چی گفت؟ عیبی من شد ناخوش پشت زن. خگفی نبوده برادر خواتیر کردیم. من گفتم یگان کاری بد شده شاید گرم نداره پاپچی بده برادر. با بخشیش شما پاپچی با تازه نمیشه. ایو بخشیش را بگیرین کارگرتون را فرد نشان تین. ای بای بسیار چی رفت تو رای؟ ای مادر در کلانه نخواه که همچه منوسیقت کنی. بگی خلا خیلی بیار یگان لطه پتا بگی پاپچی ما را تازه کرد. میلش ای مجای رو پاپچی تو تازه کردن خوب میشه که رفتار تا تازه میکرد. رفتار تا خوب میکردی. ای تو بابشه کی خدادم جا؟ من روبری هم میشه. ما در فرقش روبری هستی نیست. بیا پاپچی ما را تازه که حاضیه. فکر نکنم شما. بیا تاش بریم بیرون در صحبت کنیم. بیا. بیا شما را خطی همین کارخانه تا. رئیس السلام علیکم. خوب هستی دادر کوی اگه خبری خوش بتین. بهترین نه بزیم کو گوش کن. میدونی چی؟ یک 10 روزک در یکم جای علاهیدگی بخپیونش. کدام روزی که بخت میآید با دسته به وطن روان کنیم. مخدم قبولش میکنم. خب تشکر سلامت باشی. هرچی میشه ما رو آگاه کن. خب نه ما با نه نمیگم. نه با دلیر نه با مادرش نه با خانوادش. خب هرچی از بین خدمت از برای الله یک خدمت کنیم به خاطر مادر. خب